قدسیان آسمان من هر شبی آهو زنم، با قدسیان آسمان من هر شبی آهو زنم. صوفی گر از لادم زند، من دم ز الله زنم. صوفی گر از لادم زند، من دم ز الله زنم. ای مهر من ایمان من، ای راحت این جان من، ای مهر من را در چشم قرار داده، مردمکی را در چشم قرار داده تا انسان ببینه، مشاهده بکنه. که این کار کرده؟ الله کرده. شکافی داده در گوش، حالتی موج مانند، صاف نیست، موج ماننده، دیوار داره. وقتی شما چیزی را در گوش میکنی نمیتونی یه چیز را مستقیم در گوش بکنی، برآمدگی داره، زیر بالا داره. به خاطر اینه که هوا و گرما و خاک و آلودگی مستقیم نره تو مجرای گوش شما و اینها مزاحم بشه که آلوده نشه. که این کار کرده؟ الله کرده است. الله سبحانه و تعالی به انسان زبان خلق کرده. این تکه گوشت زبان، از این زبان صدا در میاد. کی این صدا در میاره؟ الله در میکنن. چند رشته هست، چند قسمته، چند طبقه هست. اون قسمتی که بچه در اون قرار داره و رحم مادر، خود اون بچه در پرده قرار دارد. پرده مشیمه بهش میگن که در شکم مادر هست. در رحم مادر خدای عزوجل 9 ماه و 9 روز روزی به اون میده و تربیتش میکنه و انسان را در شکم مادر حفاظت میکنه. که میکنه؟ الله میکنه. روزی در اون روزهایی که در شکم مادر است و هنوز از رحم بیرون نیامده است، خدای عزوجل